سلام دوستان، وقتتون بخیر. به قسمت 22 دوره اوپن استک خوش اومدید. توی قسمت قبلی یه سری بیسیک اپریشن ها داشتیم روی والیوم ها و توی این قسمت میخوایم یه سری کارهای ادوانسری با والیوم ها بکنیم. فقط تنها چیزی که توی قسمت قبلی میس شد که بگم کار کردن والیوم و اینستنس هست. بریم این مورد هم انجام بدیم و بیایم سراغ تسکای ادوانسر. فکر کنم پروکسیمو بستم. خب ببینید، ما توی لانچ اینستنس هم یه گزینه‌ای بهمون اضافه شده. وقتی من لانچ اینستنس رو میزنم، حالا یه اسم تستی واسش انتخاب میکنم و میام سراغ منوی بعدی. توی اینجا قبل از اینکه سیندر رو دیپلوی کنیم دو تا گزینه داشتیم به عنوان بوت سورس والیوم که یکیش ایمیج بود و یکیش اینستنس اسنپ شد. الان دو تا گزینه دیگه بهمون اضافه شده به اسم والیوم و والیوم اسنپ شد. اسنپ شات والیوم ها رو هم توی این جلسه قراره با هم دیگه ببینیم. همچنین من میتونم انتخاب کنم که کرییت وقتی ماشین رو میسازم یه دونه نیو والیوم بسازه واسه این ماشین یا نسازه، و اگه این رو روی نو کلیک کنم هیچ والیومی واسه ماشین نمیسازه و افمرال اینستنس بالا میاد. اگه یس بکنم این گزینه رو، اینجوریه که وقتی قبل از اینکه ماشین بالا بیاد میره یه دونه والیوم بوتیبل با سورس اون ایمیجی که انتخاب کردیم میسازه، بعدش از روی اون والیوم میاد ماشین رو میسازه و اینجوری میشه که ماشین ما دیگه افمرال نیست و پرسیستنت استوریج داره. همچنین اون والیومی که قراره بسازه سایزش رو میتونم انتخاب کنم و یه گزینه دیگه ای که اینجا هست دیلیت والیوم آن اینستنس دیلیت. این گزینه اینو میگه که وقتی ماشین رو پاک کردم اون والیومی که خودم ساختم رو هم پاک کنم یا بذارم بمونه. دیفالتش روی نوه و ما هم میذاریم روی نو بمونه، ولی اگه یک یسش بکنید بیشتر مثلا کجا کاربرد داره یس کردنش، شما مثلا کلی قراره ماشین تستی بالا بیارید و هی پاکش کنید، هی بالا بیارید هی پاکش کنید، و بعد از اینکه ماشین ها رو پاک کردید نیاز دارید که برید مثلا والیوم هاتون هم پاک کنید. اون موقع میتونید اینجا بیاید این گزینه رو یس کنید و وقتی که ماشینتون رو پاک کردید خودکار والیوم هاتون هم پاک بشه. خب حالا من اینا رو میذارم کرییت والیوم روی یس بمونه و دیلیت والیوم هم نو بمونه و یه ماشین بسازم ببینم که چه اتفاقی میفته. فلیوری واسش انتخاب میکنم. حالا این پروژه رو بذارید عوض کنم. لانچ اینستنس رو میزنم و ببینیم که چه اتفاق میفته. میام توی تب والیوم، میبینیم که به صورت خودکار یه والیومی ساخته شد با سایز 1 گیگ با این تایپ و از روی این والیوم ماشین بالا اومد. حالا اون موقعی که ما دیدیم اویلیبل بود و الان توی اتچینگ و اگه اینجا ببینیم توی دیوایس بلاک دیوایس مپینگش هم انجام شد و الان توی مرحله اسپاوینگ. نتونستم هیچ موقع اینو درست تلفظ کنم. نتورک کانکشنمون هم درست نیست. خلاصه این ماشین اومد بالا با یه دونه والیوم که اتچ شده به VDA اینستنس. و حالا اتفاقی که میفته اگه من این ماشین رو پاک کنم، ماشین پاک میشه ولی دیتاش پاک نمیشه، اون والیوم پاک نمیشه و من دوباره میتونم اون ماشین رو بالا بیارم. میبینید که
ماشین پاک شد ولی والیومش اینجا هست و اویلیبل شده. میتونم بیام اینجا روی گزینه لانچ از اینستنس رو بزنم و یه اسمی بذارم from deleted instance volume. گزینه‌های بعدی و متادیتاهای بعدی رو پر کنم و این ماشینم هم بالا بیاد. و الان اتفاقی که افتاد این بود که من یه ماشین رو پاک کردم، هیچ اتفاقی نیفتاد و از روی والیومش دوباره همون ماشین رو با همون دیتا بالا بردم. بریم برای ادامه دوره. اولین چیزی که میخوام باش درگیر بشیم اسنپ شات ها هستن. اسنپ شات چیه؟ اسنپ شات یه دونه تقریبا همون اسنپ شات دیگه، یه ایمیج از اون لحظه والیومه که ما میتونیم از والیوم تهیه کنیم و این اسنپ شات ها کجا استور میشن؟ داخل ایمیج ها، یعنی داخل گلنس استور میشن. این والیوم نداشت فکر کنم. آره میام داخل این اینستنس ها، این اینستنسی که ساختم رو پاک میکنم. این ماشین رو پاک میکنم که والیومش آزاد بشه و اتچش میکنم به اون یکی ماشینم. اویلیبل شده، منیج اتچمنت رو میزنم و اون ماشین تستی که داشتم انتخاب میکنم که اتچ بشه به اون ماشین. هنوز اتچمنت اتفاق نیفتاده بود که الان اتفاق افتاد. LS بلاک میگیرم، یه دونه VDB دارم ولی میبینید که VDB من پارچن داره و فایل سیستم. چرا؟ چون که این یه دونه والیوم خالی نبود، این سورسش بود و سورسش همون ایمیج سایروسی بود که ما کلا داشتیم و داریم از اون استفاده میکنیم. من میتونم ماند کنم dev VDB 1 رو به MNT LS بگیرم. LS میگیرم از MNT و اون روت فایل سیستم اون ماشینی که پاک کردم رو میبینم و حالا مثلا توی هوم سایروسش میام یه سری فایل ها ایجاد میکنم. دایر این مثلا 1 2 3 4 5 ساخت. اگه الان LS بگیرم از MNT هوم سایروس یه سری فایل ها اونجا میبینم و بعدش میام از این والیومی که داشتم یه دونه اسنپ شات تهیه میکنم. کرییت اسنپ شات رو میزنم. حالا اینجا وارنینگ میده، میگه بهتره که روی والیوم های این یوز و والیوم هایی که به صورت زنده روش آی او وجود داره اسنپ شات نگیرید، ممکنه که یه سری چیزا میس بشه ولی خب معمولا اتفاق نمیفته. اسنپ شات خیلی سریع اتفاق گرفته میشه و هیچ لاسی اتفاق نمیفته مگر اینکه والیوم شما خیلی سنگین باشه و روی اون اینستنس شما آی او بسیار زیادی وجود داشته باشه، اون موقع این اتفاق ممکنه اتفاق بیفته. تست اسنپ میذارم اسم این رو و کرییت اسنپ شات رو میذارم. اسنپ شاتمون رفت توی استاتوس کرییتینگ و کرییت شد و الان در دسترسه. الان کاری که میخوام بکنم اینه که داخل اونجا اصلا دایرکتوری سایروس رو پاک کنم. rm-fr mnt هوم رو اصلا از جاش پاک میکنم و ls میگیرم از mnt، دیگه هومی وجود نداره و الان میخوام برگردونم اسنپ شاتم. من قبل از اینکه پاک کنم یه اسنپ شاتی گرفته بودم و الان برای مثال
یه سناریوی فرضی دیگه. برای مثال شما فرض کنید هوم رو پاک کردید و اپلیکیشنتون دوچار مشکل شده و میخواید ریورت کنید به اسنپ شاتتون تا دیتاتون برگرده. میام توی بخش والیومی که داشتم رو انتخاب میکنم که میبینیم اون گزینه ریورت تو اسنپ شات رو نداره. چرا؟ چون که این والیوم آزاد نیست. برای اینکه من بتونم والیوم رو ریورت کنم به یه اسنپ شاتی لازم دارم که اون والیوم آزاد باشه. یومانت میکنم MNT رو و بعدش میام این رو دیتچ میکنم از روی ماشین. اویلیبل شد. کرییت اسنپ شات. توی هورایزن نمیدونم گزینش وجود داشت یا وجود نداشت، توی اسکایلاین بود، ولی خب من اینو دیده بودم. دیت. توی خود اپریشنی که میتونیم روی اسنپ شات ها انجام بدیم، یکیش اینه که از این اسنپ شات یه والیوم، یه اینستنس جدید بالا بیاریم. من اسمشو میذارم from اسنپ 1. سورسش والیوم اسنپ شاته. نکسو میزنم، یه فلیوری انتخاب میکنم و میزنم که یه ماشین بالا بیاد. اپریشن دیگه ای که میتونیم روی این انجام بدیم، حالا ادیت اسنپ شات که فقط اسم و دیسکریپشنشو عوض میکنه، چیز خاصی بهمون نمیده. میتونیم از روی این یه دونه والیوم بالا بیاریم، کرییت والیوم رو بزنیم و از روی این اسنپ شات یه دونه والیوم دیگه بالا بیاریم from اسنپ 1. الان انتظار دارم از اون اسنپ شاتی که داشتم یه دونه اینستنس بالا اومده باشه که اسمش from اسنپ 1 و یه دونه والیوم خالی بالا اومده باشه. اینم from اسنپ 1 که اویلیبل هم هست. اینو اتچ میکنم به اون ماشینم. میام توی تب اینستنس ها و توی تسته که لاگین هست اول ببینیم، بعدش بریم اون یکی ماشین رو ببینیم. LS بلاک میگیرم، میبینم که دیسکی که از روی اسنپ شات به وجود آوردم ما چیز شده، اتچ شده به این ماشین و این رو مانت میکنم به MNT. LS میگیرم از MNT هوم سایروس، میبینم اون دیتایی که قبل اسنپ شات، اون دیتایی که توش ایجاد کرده بودم و ازش اسنپ شات گرفته بودم بعد دیتا رو پاک کرده بودم، اون دیتا برگشته. یا اگه تو این ماشین یه ماشین مجزام آوردیم بالا دیگه از اون اسنپ شات، اگه روی این کلیک کنم و برم توی شلش، سودودش آیم میزنم، LS بلاک میگیرم، این خودشه. LS میگیرم از هوم سایروس، میبینم که اون دیتا داخل این هم وجود داره. حالا دیگه این دیسک دومش نیست. یه روش ادوانسری هم وجود داره، ما اون چیز رو ریورت کنیم به خود چیز، ریورت اسنپ شات کنیم.
ببینید ما اینجا یه دونه والیومی داریم که خرابش کردیم، ولی یه اسنپ شاتی وجود داره توش که اون اسنپ شات دیتای سالمه. من میخوام همون اسنپ شات رو ریورت کنم رو خود همین چیز، رو خود همین والیوم. برای این کار حالا داشبورد اسکایلاین فکر کنم این رو میده همینجا توی داشبورد یو آی، ولی خب میتونم با استفاده از کامند لاین هم این رو انجام بدم. اوپن استک والیوم لیست میزنم و اوپن استک والیوم اسنپ شات لیست میزنم. اوپن استک والیوم، تا حالا این رو انجام ندادم، منم کامندش رو حفظ نیستم. create delete list. خب از طریق از بذار ببینم توی این هست ریورت. آره والیوم ریورت وجود داره، گرپش میکنم به اسنپ. خب نه وجود نداره، لازم دارم که از کامند لاین خود سیندر استفاده کنم. ببینید اینم بذارید یه توضیح بدم. وقتی که اوپن استک بالا اومده بود، برای مثلا پروژه نووا یه CLI واسه خودش داشت که اسمش نووا کلاینت، یا سیندر یه کلاینتی واسه خودش داشت، گلنس یه کلاینتی واسه خودش داشت. بعد یه ریلیزی یه CLI اومدن ارائه دادن به اسم CLI اوپن استک CLI و همش رو داخل این تجمیع کردن، یعنی هم کامندای سیندر رو آوردن گذاشتن توش و هم کامندای نووا رو آوردن گذاشتن توش و همه کامپوننت هایی که شما نصب میکنید رو کامند لاینش رو جمع کردن یه جا و ما فقط از اوپن استک CLI استفاده میکنیم دیگه. واسه والیوم ها از سیندر و واسه ماشین ها از نووا و بقیه موارد استفاده نمیکنیم. ولی خب چون که این چیزه، این کاری که الان میخوایم انجام بدیم یکم ادوانس تره، نیاز داریم که از خود سیندر استفاده کنیم. سیندر ریورت تو اسنپ شات آیدی رو باید بهش بگم. اوپن استک والیوم اسنپ شات لیست رو میزنم. اسنپ شات آیدی رو بهش میدم. اصولا باید کار کنم، مشکلی نداشته باشه. و این رو در نظر داشته باشید که والیوم شما حتما باید چیز شده باشه، آزاد باشه. روی والیوم این یوز نمیتونید این کار رو بکنید. و من این کامند رو زدم و اسنپ شاتم روی والیومم ریورت شد. همین موضوع رو اگه بخوام الان بیام تست کنم، این والیوم رو میام اتچ میکنم به یکی از ماشین هام و میرم توش رو نگاه میکنم. البته توی تایپ هنوز ریورتینگ مونده، یکم شاید زمان ببره. تا این تکمیل بشه بریم سراغ، خب ریورتش هم تموم شد و اویلیبل شد، داشت خیلی زمان نبرد. این رو میام به ماشین، یکی از ماشین هام اتچ میکنم و میرم داخل ماشین این رو ولیدیت کنم ببینم دیتام برگشته یا نه. والیوم هم اتچ شد به ماشین، LS بلاک میگیرم. به جز VDB این ماشین رو، چون که حالا VDB یوز شده بود، این والیوم رو به عنوان VDC اضافه کرد به ماشینم. مانت میکنم MNT رو که آزاد بشه MNT و مانت میکنم dev VDC 1 رو به MNT. LS میگیرم از MNT هوم سایروس و میبینم که دیتا توش وجود داره. پس دیدیم که چجوری میتونیم با استفاده از کامند لاین سیندر یه اسنپ شاتی رو ریورت کنیم دقیقا روی همون والیوم.
و این هم از این مورد. من تایم ویدیو رو نگاه کنم، 20 دقیقه شد. این ویدیو رو میخوام ببندم و توی ویدیو بعدی بیایم یه سری تسکای دیگر رو چیز کنیم. حالا ادوانس اپریشن ها موندم و با هم دیگه کار داریم، ولی خب چون که این 20 دقیقه رو پر کرد این ویدیو رو تموم میکنم. امیدوارم که لذت برده باشید. خدا نگهدار.